أينما كنا أينما یکی از آفتایی که امروز جامعه ما باش درگیر همینه. یعنی چی؟ یعنی میخوایم تظاهر به شادی کنیم، تظاهر به خوشبختی کنیم، تظاهر به کمالگرایی کنیم. هی عکس سلفی میگیره، به دروغ بستنی میخوره، عکس میگیره پخش میکنه. آقا نمیدونم یه لبخند تصنعی و دروغین که ته عمق وجودش پر غمه، پر استرسه، عکس میگیره با یه لبخند دروغین پخش میکنه. خب این چی میشه؟ ای لباس میگیره، عکس میگیره، پخش میکنه. از ماشینش عکس میگیره، پخش میکنه. از سفرش عکس میگیره، پخش میکنه. این آدم باعث میشه چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه یه عده خشمها و رشکها و چشمها بر سرت ریزد چو آب از مشکها. خود زندگی تو داغون میکنه. یه عده که بر تو چیرگی دارن، یه عده که از تو بالاترن بهت خشم میکنن. این هم برای ما کسی شده، این هم ادعای بزرگی داره. اونا میگیرن ناکاتت میکنن، اونا میگیرن خشم میکنن به سرت، زندگی رو به کامت تلخ میکنن. اونایی که از تو بالاترن، این هم بازالا کسی شده، این هم اظهار وجود میکنه، این هم نگاه کن داره برای ما میگه ما کسی هستیم. اونایی که زورشون میرسه اونا که بهت خشم میکنن. اونایی که هم تراز تو هستن، هم سطح تو هستن و در حقیقت اونا با تو چکار میکنن؟ رشک میکنن، یعنی حسد میکنن. اونا با حسدشون هی به تو نیش میزنن، با حسدشون هی چوب لای چرخ تو میذارن، زندگی رو به کامت تلخ میکنن. اینا هم که از تو پایین ترن، زورشون به تو نمیرسه، اونا هم تو رو چشم میکنن. این رو نگاه کن، چشمی که زورش نمیرسه، کار دیگه نمیتونه بکنه، فقط همین قدری که میاد چشم زخم میکنه، میاد با چشمی که نشأت گرفته از حسادت و نفرت درونه، تو درونش پر حسادت، تو درونش پر نفرت. اینا رو میاد با چشمش میگه اینو ببین، چشم میکنه. اینو ماشینش چپ کرد رفت مرد، چیکار شد؟ عکس سلفی گرفته با ماشینش پخش کرده بود. خب بابا تو چه کار داری خوشبختیاتو می ویترینی میکنی، میای و تظاهر به خوشبختی میکنی، میای نمیدونم شادی. اتفاقا اونایی که عقده اظهار شادی دارن تو اوج غمن. اونایی که تظاهر به شادی میکنن تو آتشی دارن میسوزن، فقط میخوان نمایش بدن که ما خوشبختیم. امروز درد جامعه ما رسیدن به خوشبختی نیست. ما بدبخت باشیم ولی دیگران ما رو چی بفهمن؟ خوشبخت. همین کافیه، فقط با جناغم احساس کنه من خوشبختم، ولی اینکه من در قهقرای چی باشم؟ بگید بدبختی باشم. جامعه به من بگه خوشبخت، جامعه به من بگه شاد، جامعه به من بگه موفق، ولی اینکه من آس و پاس باشم، پول کارت شارژ موبایلم هم نداشته باشم که اینو بفرستم، اونا بفهمم من خوشبختم، بسمه. ولی اینکه من چی باشم؟ بگید بدبخت باشم. این زندگی ما رو تباه کرده. خودمون میاییم اسباب بدبختی رو به دست خودمون فراهم میکنیم. آقا شادی، آقا خوشی، آقا از زندگی لذت میبری، آقا تمام نعمت‌ها برات فراهمه. خب برو تو حوزه فردی خودت همین این کارا رو بکن. چرا میای نمایش میدی؟ چرا میای تظاهر میکنی؟ چرا میای اینا رو ویترینی میکنی، در معرض نمایش قرار میدی برای؟ پس بهتر همینه که آقا خودت مخفی کنی. شادی برای خودت، شادی برای شاد باش دیگه. شادی تو نیا به قول معروف با عکس سلفی برای همه پخش کن، نیا جلوی همه جار بزن.